خوش اومدیم به این ویدیو. داخل این ویدیو اومدیم آفری که گوگل به دانش آموزان آمریکایی داده رو برای خودمون که ایرانی هستیم فعال کنیم. اولش که یه لینکیه که من براتون داخل دیسکریپشن میذارم. باید رون کلیک کنید و وارد همچین صفحه میشین که خب اینجا تقریبا برای یه سال برای ما فری کرده و ما میتونیم به طور رایگان از جمنای پرو استفاده کنیم. باید روی این دکمه بزنیم get a student offer. فقط قبلش حواستون باشه که از VPN هایی استفاده کنین که سرور آمریکا داشته باشه. اگه مثلا سرور جز آمریکا باشه خطای 404 بهتون میده و نمیتونید وارد شین. VPN هایی مثل جامپ و XVPN هم فکر کنم بشه باش کانکت شد به سرور آمریکا و میتونید راحت از این سرویسی که گوگل قرار داده استفاده کنید. شما وقتی رو اون دکمه میزنین وارد جمنای میشین و اینجا وارد جمنای شدین باید دور پروفایل گوگلتون یه حالت رنگی مانند خود رنگای گوگل رو بگیره و اینجا بنویسه پرو. اینو زد یعنی اکانت شما پرو شده و یه قابلیت دیگه هم بهتون میده 2 ترا فضای گوگل درایو بهتون میده که میتونید اطلاعات خودتون رو اونجا وارد کنید و خیلی خبر خوشحال کننده بود از طرف گوگل که شما میتونید داخل ایران به این قابلیتی که گوگل به دانش آموزان آمریکایی داده استفاده کنید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.